سلام دوستای عزیزم، امروز میخوام بهتون کوکی نوتلا آموزش بدم که خیلی خوشمزه است و تو این روزای پاییزی خیلی میچسبه. اولین کاری که میکنیم نوتلا رو با قاشق چایخوری روی کاغذ روغنی قرار میدیم و بعد به مدت 1 ساعت داخل فریزر میذاریم تا سفت بشه. 160 گرم شکر قهوه‌ای، 150 گرم کری که به دمای محیط رسیده و نرم شده و همچنین 40 گرم شکر سفید دانه‌ریز رو در حد مخلوط شدن با همزن دستی هم میزنیم. یه عدد تخم مرغ رو به مخلوطمون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. 300 گرم آرد سفید قرنادی رو به مخلوط اضافه کرده و همچنین وانیل و بیکینگ پودر و نمک رو هم در این مرحله اضافه میکنیم و با لیسک خوب هم میزنیم و شکلات چیپسی رو بهش اضافه میکنیم و با لیسک دوباره خوب هم میزنیم تا یه دست بشه. به اندازه یه قاشق غذاخوری از خمیر رو بر میداریم و توی دستمون حالت میدیم و کمی گودش میکنیم و اون نوتلایی که سفت شده ما بینش قرار میدیم و روشو با خمیر میپوشونیم. کوکی ها رو توی سینی میچینیم و به مدت 1 ساعت داخل فریزر میذاریم تا موقع پختن حالتشون از دست ندن. کوکی ها رو در فر از پیش گرم شده با دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 1 ربع میپزیم. امیدوارم لذت برده باشین. سابسکرایب و لایک یادتون نره.